سلام. خبر فوت سارا کاتز، یک جوان 21 ساله که دانشجو بوده اهل فیلادلفیا، بعد از خوردن یک لیموناد باعث شد من این پست بسازم چون چند نکته داره. The family of a 21-year-old student at the University of Pennsylvania claiming she died after drinking a Panera-charged lemonade. According to the civil lawsuit, Sarah Katz had a lifelong heart condition called long QT syndrome and avoided highly caffeinated drinks and energy drinks knowing they could be سارا dangerous. ظاهرا از 5 سالگی متوجه بیماری خودش میشه به نام لانگ کیوتی سیندروم. این بیماری سارا ژنتیکی بوده، اما این بیماری میتونه اکتسابی هم باشه، یعنی من و شما هم دچارش بشیم در اثر یه سری اتفاقات توی بدنمون و داروها که در ادامه توضیح میدم. اول بپردازیم به داستان سارا. سارا به خاطر این بیماری میدونسته که نباید بعضی داروها استفاده کنه و همینطور بعضی از نوشیدنی‌های انرژیزا. اما اون روز سارا حواسش به ترکیبات این نوشیدنی به نام لیموناد پانرا نبوده، یا شرکتش ظاهرا قید نکرده بوده میزان کافئینی که توی اون نوشیدنی بوده. در واقع این یک نوشیدنی انرژیزا هستش و کاملا محبوب هستش بین آمریکایی‌ها و سارا از قضا اون نوشیدنی رو میخوره و متاسفانه دچار ایست قلبی میشه و فوت میشه. توی این نوشیدنی ماده‌ای بوده به نام گارانا از یک گیاهی به نام کاپانا در واقع گرفته میشه که شامل کافئین و توفیلین هستش، دو چیزی که برای سارا خطرناک بوده و سارا از این موضوع بی اطلاع بوده ظاهرا. خب اما بپردازیم به نوع اکتسابیش که گفتم ممکنه من و شما هم دچارش بشیم. در اثر چه عواملی؟ در اثر کاهش یه سری املاح توی بدنمون مثل پتاسیم، کلسیم، منیزیم یا نارسایی قلبی ممکنه من شما هم دچار سندرم لانگ کیوتی بشیم. یا مصرف بعضی داروها مثل آنتی هیستامین ها، آنتی بیوتیک ها، ضد افسردگی ها، آنتی سایکوتیک ها، اینا داروهایی هستن که اگر سرخورد و بیش از حد استفاده کنیم ممکنه باعث این آریتمی بشه، این نامنظمی قلبی به نام لانگ کیوتی سیندروم بشه. پس لزوما این بیماری ژنتیکی نیست و حتی من و شما ممکنه دچارش بشیم. بنابراین در مصرف بعضی مواد، داروها، محصولات غذایی باید دقت داشته باشیم. همونطوری که برای سارا اتفاق افتاده بود و مشخص شده بود که کافئین بالای این محصول در واقع برای سارا مضر بوده، مصرف بیش از حد این مواد برای من و شما هم مضر هستش. اگرچه میزان نرم مصرف کافئین که توی قهوه و نوشیدنی انرژیزا هستش میتونه برای بدن ما هم مفید باشه، اثر ضد التهابی، آنتی اکسیدانی، کاهش وزن، کنترل کلسترول اینا داشته باشه، اما اگر از یک حدی بالاتر باشه میتونه خطرناک باشه. به همین دلیل هم هستش که این نوشیدنی ها از جمله قهوه برای کودکان، زنان باردار، خانمایی که شیر میدن اصلا توصیه نمی کنیم. پس از این داستان باید چند نکته یاد بگیریم. یکی این که وقتی محصولی داریم استفاده میکنیم حتما به ترکیبات اون دقت کنیم، ببینیم حاوی چه موادی هستش، که این مواد برای بدن ما مضر هستش یا نه، یا اگر مفید هم هست تا چه حد میتونیم استفاده بکنیم. و همینطور اگر توی خانواده سابقه بیماری خاصی وجود داره یا سابقه مرگ ناگهانی در خانواده داریم، حتما خودمون رو از لحاظ بیماری قلبی چک کنیم که شامل گرفتن فشار خون، ضربان قلب، نوار قلب و اگر لازم باشه اکو هستش. بهتر بدونیم که این سندروم فقط با نوار قلب مشخص میشه. علائم اولیه‌اش هم شامل تپش قلب، افت فشار خون، حتی غش کردن و تشنج هستش. در زمینه داروها هم گفتیم که ممکن اتفاق بیفته، بنابراین حواسمون به مصرف بعضی از داروها باشه و خودسرانه استفاده نکنیم. موفق و مؤید باشید.